أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن المن بالعطیة و نحوها، یعنی که باب در مسئله منع بودن منت گذاشتن بالعطیة، یعنی در برابر دادن و عطا کردن و بخشش و نحوها و بمانند این. یعنی یک انسان یک چیز یک کس را میدهد و بعد از دادن آن چیز باز منت گذاری میکند، باز منت میکند، این منع میباشد، این ناجایز میباشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو آیت و یک حدیث برای منع بودن منت گذاشتن برایمان تقدیم میکند. اولین آیتی که در زیر این باب می آرد سوره بقره آیت 264 می باشد که امام نووی رحمه الله می گوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 264 می گوید که یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، ای مسلمانان، ای اهل ایمان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یعنی شما تباه نکنید، باطل نکنید، بیکار نکنید ثواب صدقه های دادگیتان را بالمن والاذى، با منت گذاشتن و با آزار دادن به آن کسانی که شما دست کمک دراز کردید. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت نهی میکند، باز می‌دارد که شما باطل و تباه و بیکار نکنید ثواب و اجر و پاداش صدقه هایی که دادید. پس الله سبحانه و تعالی بیان کرد که باطل کردن و تباه کردن و بیکار کردن ثواب و اجر و پاداش صدقه بالمن والاذی باشد، یعنی با منت گذاشتن، والاذی با آزار دادن. اون انسانی را که کمک کردید اون را آزار میدهید و اون را به اون منت گذاری میکنید، این را الله سبحانه و تعالی منع میکند که این سببی از محروم گشتن اون انسان از این صدقه دادهش میباشد. یا چی طوری که علما بیان میکنن، انسانی که صدقه میدهد و باز منت میگذارد و آزار میدهد همون کسی را که اون را دست کمک دراز کردگی است به سویش، این انسان به جای ثواب گناه میگیرد، به جای ثواب این انسان مرتکب معصیت میگردد. پس این بود اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. و دومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب می آورد، این آیت هم همچنین سوره بقره آیت 262 می باشد. امام نووی رحمه الله می گوید: و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که یا الذین ينفقون اموالهم، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 262 فرموده است که الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی آن کسانی که خرج میکنن، انفاق میکنن، میدهن مالهایشان را در راه الله، در راه الله، به خاطر الله. آن کسانی که خرج میکنن، مالهاشان صدقه میدهند، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پس اون کسان میگه لا یتبعون، از دنبال آن صدقه که دادند، ما انفقوا، از دنبال آن
چیزی که انفاق کردن، آن مالی که انفاق کردن، منن ولا اذا، منت نمیگذارن، منت گذاری نمیکنن، ولا اذا، و همچنین آزار هم نمیدهن، آزار نمیرسانن برای اون کسان، آن کسانی را که با اونها دست کمک دراز کردگی هست، با اونها آزار نمیرساند به سبب کمکی کردگیش، به سبب صدقه دادگیش. پس الله میگه لهم اجرهم عند ربهم، برای انسان هایی که مالهاشون در راه الله خرج میکنند و پس منت گذاری نمیکنند و آزار نمیدهند، لهم اجرهم عند ربهم، الله میگه برای این طور انسان ها اجر و پاداش در نزد پروردگارشان میباشد. یعنی این انسان ها صاحب اجر و پاداش میباشند. ولا خوف علیهم، یعنی این انسان ها دیگر ترس ندارند، در این دنیا از هیچ چیز دیگر نمی ترسند. ولا هم یحزنون، و همچنین این طور انسان ها غمگین نمی شوند در روز قیامت که می بینن پاداش و ثواب هایشان را، دیگر غمگینی این انسان ها را فرا نمی گیرد. اما انسانی که منت گذار باشد، انسانی که آزار دهنده باشد، پس اون انسان در روز قیامت بسیار غمگین می شود و غمگین می باشد به سبب آزارهایی که دیگرها را داده است، یا به سبب منتی که در مقابل اون بخشیشش، در مقابل آن کمکش به دیگرها منت گذاشته است. پس اون انسان میگه بسیار غمگین می شود، اون انسان بسیار اندوهگین می شود که ای کاش در دنیا این کار را نمی کردم که منت گذاری نمی کردم. پس این هست دومین آیت. پس این دو آیت بود که الله سبحانه و تعالی در این دو آیت ما و شما را منع می کند از منت گذاشتن و از آزار دادن آن کسانی را که کمک کردیم، آن کسانی را که به سویشان دست یاری دراز کردیم، اونها را آزار دادن و برای اونها منت گذاشتن الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع میکند. چطوری که در دومین آیت دیدیم که سببی قبول شدن یا شرطی قبول شدنی صدقه در راه الله داده همین است که اون منت نداشته باشد یا آزار همراهش نباشد. اگر این دو چیز نباشد پس صدقه اون انسان اجر و پاداش دارد در روز قیامت که الله سبحانه و تعالی میگه لهم اجرهم عند ربهم، برای انسان هایی که صدقه میدهند بدون منت گذاری و آزاردهی، پس برای اونها اجر و پاداش است در نزد پروردگارشان. پس این بود این دو آیت. بعد از این امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک حدیث می آورد که این یک حدیث، این باب حدیث 1587 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1587 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابی ذر رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو ذر رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه، یعنی سه طایفه مردمی هست که با اونها الله سبحانه و تعالی سخن نمیگوید. سه گروه مردمی هست که الله سبحانه و تعالی با اونها گپ نمیزند، ولا ینظر الیهم، و الله سبحانه و تعالی این سه طایفه مردم به سویشان نگاه هم نمی کند. نگاه رحمت الله سبحانه و تعالی به این سه طایفه مردم ندارد. ولا یزکیهم، و الله سبحانه و تعالی این سه طایفه مردم را پاک نمی کند، تزکیه و پاک از گناه و معصیت نمی کند. ولهم عذاب علیم، برای این سه طایفه مردم عذاب دردناک می باشد، عذاب سخت می باشد. قال، پس میگه که راوی حدیث ابو ذر رضی الله عنه میگوید فقرأها رسول الله صلی الله علیه و سلم
ثلاث مرار. پس میگه تکرار کرد این جمله را رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 بار. همین جمله را رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 بار تکرار کرد که 3 طایفه مردمی هستند که الله با اونها در روز قیامت گپ نمیزند و الله سبحانه و تعالی این 3 طایفه مردم را نگاه هم نمی کند و الله سبحانه و تعالی این 3 طایفه مردم را پاک هم نمی گرداند و برای این مردم عذاب دردناک، برای این 3 طایفه مردم عذاب دردناک می باشد در روز قیامت. پس میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم این کلمه را میگه 3 بار، این جمله را میگه 3 بار تکرار کرد. قال ابو ذر راوی حدیث میگوید که خابوا و خسروا من هم یا رسول الله. میگوید که خابوا، پس این مردم خار و ذلیل شدن، این مردم بدبخت شدن، و خسروا، این مردم، این 3 طایفه مردم زیانکار و زیان دیدن. من هم یا رسول الله، یعنی این 3 طایفه مردم کی است ای رسول الله؟ که اینها محروم شدن از رحمت الهی، اینها بدبخت شدن، اینها زیانکار بودن. ای رسول الله این 3 طایفه مردم کی است؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که این 3 طایفه مردم، یکمش المسبلو، یعنی کسی که اسبال ایزار میکند. اسبال ایزار میکند یعنی چی؟ یعنی انسانی که شلوار میپوشد، ایزار میپوشد، بروک را میپوشد که بروک این انسان، شلوار این انسان از بجلک پایش پایان میباشد، از بجلک پا پایان میباشد. این را میگن مسبل. پس میگن یکمین انسان‌هایی که، یکمین گروهی که الله با اونها گپ نمیزند، الله اونها را نگاه نمیکند، الله پاکشان نمیکند، اونها عذاب دردناک دارند، اسبال کنندگانی ایزار میباشند، شلوارهایشان دراز میباشد، به زمین شکیده یا از بجلک پا پایان میباشد. دویم والمنانو، دویم منت میگذاشتگی انسان است. انسانی که نیکویی میکند در برابر نیکوییش منت گذاری میکند، پس این انسان هم الله در روز قیامت همراهش گپ نمیزند و الله سبحانه و تعالی رحمتی، نظر رحمت به سوی این انسان نمی کند و الله سبحانه و تعالی پاک نمی گرداند این انسان را. برای این انسان همچنین عذاب دردناک می باشد در روز قیامت. انسانی که منت می گذارد در برابر نیکی هایش به دیگران که دیگرها را نیکی کردگی است، به دیگرها دست کمک دراز کردگی است، برای اونها الله سبحانه و تعالی منت میگذارد. الله سبحانه و تعالی این انسان منت گذار را همچنین این عذاب را بالاش می آورد. و سیوم طایفه که در این حدیث ذکر شدگی است والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، یعنی انسانی که توریج میکند، یعنی که انسانی که به فروش میرساند، انسانی که به فروش میرساند سلعش را، یعنی متاعش را، بارش را، یعنی یک انسان یک چیزی فروشی دارد، اون بارش را، اون متاعش را، اون چیزی میفروختگیش را به فروش میرساند بالحلف الكاذب، یعنی با قسم دروغ، با سوگند دروغ، با دروغ قسم میخورد، اون انسان خریدار را فریب میدهد و اون انسان این چیز را میخرد. پس این انسانی که اون چیزش را با فریب و با قسمی بر دروغ فروخته است بر دیگر کس، این انسان هم در روز قیامت الله سبحانه و تعالی با این انسان گپ نمیزند و الله سبحانه و تعالی به سوی این انسان نگاه نمی کند و الله سبحانه و تعالی این انسان را پاک نمی گرداند و برای این انسان در روز قیامت عذاب دردناک می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. و فی روایت له، و در یک روایت دیگر در امام مسلم در صحیح مسلم آمده است که المسبل ایزاره، یعنی کسی که اسبال ایزارش میکند، یعنی دراز میکند
ایزارش را، شلورش را، بروکش را از بجلک پا پایان میکند و دراز میکند و به زمین شکیده یا که به زمین میرساند. این را میگن مسبل. یعنی اکنون امام نووی رحمه الله کلمه المسبل ایزاره را بیان کرده، میگه که المسبل ایزاره و ثوبه اسفل من الكعبین للخیلاء. یعنی که مسبل و ایزار یعنی که کسی که دراز میکند شلورش را و ثوبه یا که جامهش را یا لباسی که در بدنش میکند، در بدنش میپوشد، اون را چنان دراز میکند که به زمین اسفل من الكعبین، یعنی پایین تر از دو بجلک پا، اونچه که از در کتفش میپوشد، در بالای بگم بدنش میپوشد، اون را چنان طولانی و دراز میکند که از بجلک پاش، از کعبینش یعنی از دو قوزک پاش، از دو بجلک پاش پایان می شود. للخیلاء یعنی این کار را از روی کبر و غرور می کند. هر انسانی که لباس را طولانی می پوشد از روی کبر و غرور، پس این انسان است که محروم می شود از سخن کردن با الله و الله به سوی این انسان نگاه نمی کند و الله این انسان را پاک نمی گرداند و برای این انسان عذاب دردناک است. پس امام نووی رحمه الله علتی این را بیان کرد که از روی کبر اگر انجام بدهد. اما اگر از روی کبر نباشد، این مخالفت سنت است و انسان نباید این کار را بکند و اما در این وعید داخل نمی شود. زیرا که وقتی که انسان اسبال ایزار میکند که شلورش از بجلک پایان می باشد، این مخالفت به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد. پس این بود باب نهی بازداشتن از منت گذاشتن در برابر بخشش و عطا و به مانند این. پس این باب هم به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب نهی عن الافتخار والبغی، یعنی که باب در مسئله باز داشتن و منع بودن افتخار، یعنی که خود ستایشی، انسان فخور باشد، انسان فخر بکند، پس این منع است. والبغی و همچنین باب در مسئله منع بودن از طغیان کاری و سرکشی می باشد که سرکشی همچنین منع است و شریعت ما و شما را منع می کند. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 2 حدیث برایمان تقدیم می کند برای منع بودن خود ستایشی و برای منع بودن سرکشی و طغیانی. پس اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب میارد سوره نجم آیت 32 می باشد که الله سبحانه و تعالی در سوره نجم آیت 32 می گوید که فلا تزکوا انفسکم. امام نووی رحمه الله میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است در سوره نجم آیت 32 که فلا تزکوا انفسکم، یعنی شما تزکیه نکنید نفسای خودتان را، یعنی که ستایش نکنید شما خودتان را ای مسلمانان. هو اعلم بمن اتقى، اون الله جل جلاله آگاه تر است، با خبرتر است، داناتر است بمن اتقى، برای شخصی که اون تقوا پیشه می کند، برای شخصی که پرهیزگار است. یعنی الله سبحانه و تعالی انسانی پرهیزگار را، انسان تقوا پیشه کن را خوبتر میداند، بهتر میداند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت منع میکند از خود ستایشی، از خود تعریف کردن و انسان خودش را بسیار تعریف و توصیف بکند و بسیار پاک دامن بداند در پیش دیگران، یعنی خودش را تعریف بکند. پس الله سبحانه و تعالی از این کار منع میکند، زیرا که الله خودش میداند که کی در چی راه می باشد. پس خود ستایشی این جایز نمی باشد. اما انسان نعمت دارد و بیان اون فضل و اون نعمت می کند، این جایز است، زیرا که الله در سوره الضحی
آیت 11 میگوید و اما بنعمت ربک فحدث، یعنی که نعمتهای پروردگارت رو بازگو بکن. یک انسان صاحب مال و ملک است، یک انسان صاحب شرف و عزت است، یک انسان صاحب فرزندان صالح است، پس اینها را بیان کردن و اینها را برای دیگر کس بازگویی بکند، برای شکر الله را به جا آوردن، برای دیگرها را تشویق کناندن به نعمتهای الهی، این جایز و درست می باشد، زیرا که الله میگوید و اما بنعمت ربک فحدث. همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در حدیثی که امام مسلم روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنه، رسول الله میگوید انا سید ولد آدم، من سید و سروری فرزندان آدم علیه السلام می باشم یوم القیامت، در روز قیامت، ولا فخر، و هیچ فخر ندارم و هیچ فخر فروشی و تکبری در عوض این فضل و بزرگی که الله برام دادگی است، در عوض این تکبری ندارم. پس ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم در این آیت، در این حدیث بیان کرد اون نعمتی را که الله براش دادگی است که سروری فرزندان آدم علیه السلام می باشد. یعنی بیان کردن نعمت جایز و درست می باشد. الله سبحانه و تعالی همچنین در سوره شمس آیت 9 میگوید قد افلح من زکاها، یعنی واقعا پیروز می شود کسی که نفسش را پاک بکند، نفسش را خوب نگاه بکند و نفسش را تازه نگاه بکند، اون انسان پیروز می شود. و الله در سوره شمس آیت 10 میگوید و قد خواب من دساها، و واقعا انسان خار و ذلیل و زبون می شود کسی که خواب، یعنی که انسان خار و ذلیل می شود، زیانکار می شود، من دساها، آن کسی که ارلش بکند، همراه بکند، اختلاط بکند نفسش را با شرک و با معصیت و با گناه. پس این انسان میگوید خار و ذلیل می شود، این انسان زیان دیدگی است، این انسان ضرر دیدگی است. یعنی پاک کردن نفس یا پاک نگاه داشتن نفس این عمل مطلوب است. بیان کردن پاک بودن نفس این همچنین جایز و درست می باشد، از روی بیان کردن نعمت الهی باشد. اما از روی تعریف و توصیف، اما از روی تکبری و افتخار باشد، بیان کردن این نعمت ها برای اون انسان ناجایز و نادرست می گردد. پس بعضی از انسان‌های گمراه، بعضی از انسان‌هایی که در دلشان شک و شبهه هست، پس آیات ها را می آرند، میگویند در یک جا الله سبحانه و تعالی گفتگی است که فلا تزکوا انفسکم، و در آیت دیگر الله گفتگی است که قد افلح من زکاها، یعنی که میگویند این دو آیت با یکدیگر ضد هستند. نه، این دو آیت با یکدیگر ضد نیستند، اینها حالت ها دارند. فلا تزکوا انفسکم یعنی که از روی افتخار و تکبری این کار را نکنید. اما قد افلح من زکاها این از روی بیان نعمت باشد، جایز و درست هستند، این جایز و درست می باشد. پس الله سبحانه و تعالی در آیاتایی که برای ما و شما نازل کرده است، در اینها هیچ اختلاف دیده نمی شود. چطور که الله در سوره نساء آیت 82 میگوید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر که از نزد غیر الله می بود قرآن، حتما در قرآن اختلافات زیاد دیده می شد. اما قرآن از نزد الله که هست، هیچ اختلاف و هیچ ضدیت در سخنان الهی دیده نمی شود. اما اون انسان هایی که در دلشان غیظ است، اون انسان های منافق صفت و اون انسان های دشمنان دین و دشمنان الله، پس اونها اصلا منظوری سخنان الله را نافهمیده، با عقل کوچک خودشان، با فهمش کوچک خودشان، گویا که اشکال را در قرآن پیشکش میکنه. چطوری که الله در سوره آل عمران آیت 7 میگوید هو الذی انزل علیک الکتاب، اون الله هست که
برای تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآن را نازل کرد. منه آیات محکمات هن الکتاب، یعنی که بعضی از اون قرآن آیات محکمات هستند که اونها اصل و اساسی کتاب می باشند. و اخر متشابهات، و بعضی از آیات های قرآن متشابهات می باشد. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اما آن کسانی که در دیلشان زیغ و کینه و بدبینی هست، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، پس اونها پیروی میکند آیاتهای متشابهات را، پس دنبالگیری میکنند آیاتهای متشابهات را ابتغاء الفتنه. به خاطر چی این کار را میکنند؟ به خاطر فتنه انداختن، به خاطر فتنه پیشه کردن. پس اونها هستند که میخواهند فتنه را پیشه بکنند. اما این آیات های قرآن محکمات و متشابهات است. وقتی که در آیتی که انسان اشکال در نظرش میآید، باید رجوع بکند به قول علما، ببیند که این آیت چرا این طور است. در عموم در قرآن آیت کدام آیت ضد آیت دیگر نمی باشد، مگر اینکه فهمیش انسان این به انسان را به این راه ببرد. اما در اصل هیچ اختلافاتی در سخنان الله جل جلاله نمی باشد. پس فلا تزکوا انفسکم، این آیت به آیت قد افلح من زکاها هیچ مخالفت ندارد، هیچ ضدیت ندارد. پس این بود اولین آیت در زیر این باب. و دومین آیتی که در زیر این باب امام نووی رحمه الله میارد سوره شورا آیت 42 می باشد. امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیت 42 گفتگی هست که انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. یعنی که الله سبحانه و تعالی میگوید انما السبیل، هر آینه راهی ملامت و راهی و اراده و راهی عتاب کردن و راهی سرزنش کردن، علی الذین، بر کسانی که یظلمون الناس، مردم را ظلم میکنن، و یبغون فی الارض بغیر الحق، و می طلبند در بالای زمین ظلم را بغیر الحق، به ناحق. یعنی در بالای زمین ظلم را طلب میکنن و این ظلم میکردگیشان به ناحق است، یعنی ظلمی نیست که با حق باشد، حتما ناحق است. اولئک لهم عذاب علیم، الله سبحانه و تعالی میگوید برای اینها عذاب دردناکی هست. پس الله سبحانه و تعالی گفت که و یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی می طلبند ظلم را و ظلم میکنند در بالای زمین به ناحق. آیا ظلمی هست که حق باشد؟ نه، ظلم ها همشون ناحق است. پس چرا الله سبحانه و تعالی در اینجا گفت که ظلم میکنند به ناحق؟ یعنی برای سرزنش کردن و برای بیان کردن که ای انسان، یگان ظلم نیست که حق باشد. چطوری که الله در سوره بقره آیت 21 میگوید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید عبادت بکنید پروردگارتان را که شما را خلق کردگی هست، والذین من قبلکم، و همچنین خلق کردگی از کسانی که پیش از شما بود، لعلکم تتقون، شاید شما با این سبب پرهیزگار شوید. پس در این آیت الله گفت که عبادت کنید پروردگارتان را که شما را خلق کرده است. آیا باز پروردگار دیگری هست که ما را خلق کردگی نباشد؟ نه. پس برای چی الله گفت که عبادت کنید پروردگارتان را که شما را خلق کردگی است؟ میگن این برای بیان واقعیت است، یعنی که برای بیان واقعیت همین است که همون اللهی که شما را خلق کرد ان همون را بپرستید. واقعیت و حقیقت همین است. دیگر غیر از اون اللهی که ما را خلق کردگی است دیگر ما معبودی نداریم.
همچنین الله هم در این آیت میگوید و یبغون فی الارض بغیر الحق، یعنی میطلبند در زمین و اراده میکنند و مشغول میشوند در بالای زمین به ظلم کردن به ناحق. یعنی بیان واقعیت کرد که ظلم همه اش ناحق می باشد. اولئک لهم عذاب علیم، انسان هایی که در بالای زمین ظلم میکنن برای اونها عذاب دردناک هست، عذاب بسیار سنگین می باشد. این بود دومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب منع بودن خودستایشی و سرکشی و طغیانی و تجاوز کردن از حد این آیت ها را برای ما و شما پیشکش کرده است که نباید انسان سرکشی از حق باشد و نباید انسان خودستایشی از روی تکبری انجام بدهد. پس این بود دو آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. بعد از این میگذاریم به قسم حدیث های این باب. امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برای ما و شما تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1588 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1588 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال، یعنی که از عیاض بن حمار رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید الله سبحانه و تعالی ان الله تعالی اوحى، الله سبحانه و تعالی وحی فرستاده است الی به سوی من. رسول الله میگوید الله سبحانه و تعالی به سوی من وحی فرستادگی است. اون در اون وحی چی است؟ در اون وحی الله میگوید که ان تواضعوا، یعنی که فروتن با یکدیگر باشید. شما تواضع باید در مقابل یکدیگر شما تواضع بکنید و شما فروتن باشید در مقابل یکدیگرتان. حتی لا یبغی احد علی احد، تا اینکه ظلم و ستم نکند کسی بر کسی دیگر، تا اینکه تجاوز حق نکند کسی بر کسی دیگر، یعنی تا اینکه حق و حقوق یکدیگر را شما پایمال نکنید. اگر انسان ها همه فروتن و انسان ها همه متواضع باشند، پس یکدیگر را حقشان را ضایع نمی کنند و یکدیگر را ستم و ظلم نمی کنند. حتی لا یبغی احد علی احد، یعنی که فروتن باشد تا اینکه ستم و ظلم نکند کسی بر کسی دیگری. ولا یفخر احد علی احد، و نباید انسان افتخار بکند، نباید انسان بنازد بر کسی دیگری، نباید کسی بر کسی دیگر تکبری بکند و نباید کسی بر کسی دیگر افتخار بکند. افتخار از روی کبر و خود ستایشی بکند از روی کبر، این حرام و ناجایز می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی است. این بود حدیثی 1588 کتاب ریاض الصالحین. قال اهل اللغتی، امام نووی رحمه الله میگوید اهل لغت، زبان شناسان گفتگی هستند که البغیو، یعنی بغی را معناش التعدی، یعنی که تجاوز کردن حق، تجاوز کردن حق را میگویند بغی. والاستطالت، و همچنین ظلم کردن و ناسزا گفتن و خود را از دیگران بالا دانستن و دیگران را از خود پایان دانستن و دیگران را تحقیر کردن را میگویند بغی. پس لا یبغی احد علی احد، یعنی نباید کسی دیگر را تحقیر بکند، نباید کسی دیگر را از خودش پایان بداند
و نباید کسی بر بالای حق دیگر تجاوز بکند. پس این هست معنای کلمه البغی. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1000 یعنی حدیث دوم این باب را می آورد که حدیث دوم این باب حدیث 1589 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1589 کتاب ریاض الصالحینش می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اذا قال الرجل، هنگامی که مرد بگوید، یک انسان بگوید که هلک الناس، یعنی هلاک شدن مردم، فهو اهلکهم پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس اون انسان خودش اهلکهم، یعنی بیشتر از همه در هلاکت و نابودی هست. انسانی که این سخن رو میگوید که هلک الناس، یعنی که مردم هلاک شدن، پس این انسان خودش بیشتر و زیادتر از دیگران در هلاکت و در نابودی می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و این حدیث چی معنا دارد؟ حالا امام نووی رحمه الله معنای این حدیث را برای من و شما بیان خواهد کرد. میگه که و روایت المشهورة، یعنی که روایت مشهور در این باب اهلکهم برفع الکافی، یعنی که اهلکو حرف کاف رو میگه ضمه میکنیم و روی بنصبها، همچنین منصوب بر نصب کردن به فتحه کردن حرف کاف آمدگی است، یعنی که اهلکهم همچنین در روایت دیگر آمدگی هست. میگه که و هذا النهی لمن قال ذلك عجبا بنفسه، یعنی که این نهی برای کسی است که این سخن را از خود بزرگ بینی بگوید، یعنی خودش را بالا از دیگرها دانسته این سخن را بگوید و تصاغرا للناس، و دیگرها را خرد و ناچیز بداند و مردم را به ارزش و به قدر بداند و خودش را از دیگرها بالا دانسته میگه این سخن را بگوید و ارتفاعا علیهم، و خودش را بلند مرتبه تر نشان بر دیگرها بدهد، گویا که خودش هلاک نشده است و مردم همه هلاک شدن و مردم را تحقیر بکند به این سخن، فهذا هو الحرام، پس در این صورت این سخن را گفتن حرام می باشد. یعنی که این سخن به دو قسم تقسیم می شود وابسته به نیت گویندهش. قسم اولش که حرام می باشد، انسان خودش را بالا بداند از دیگران و دیگرها را خرد و ناچیز و تحقیر بکند با این سخن. در این سخن گفتن، در این حالت گفتن این سخن حرام می باشد. و اما من قاله، و اما کسی این سخن را بگوید لما یرا فی الناس من نقص فی امر دینهم، یعنی از آن چیزی که مشاهده میکند، از آن چیزی که میبیند در مردم، از کوتاهی که در دینشان دارد. وقتی میبینند که مردم یعنی در دینشان بسیار کوتاهی میکنند، دینشان را اهمیت نمیدهند، و قاله تحزنا علیهم، و این سخن را از روی غمگینی، از روی غمخواری، از روی اندوهگینی این سخن را بگوید، و علی دینی، و همچنین دیلش به دین میسوزد که مردم به دین عمل نکرده ایستاده است، این سخن را بگوید، فلا بأس به، پس در این صورت میگوید بأس ندارد، باک ندارد، جایز میباشد. یعنی وقتی که انسان میگوید که مردم هلاک شدن، وابسته به نیتش است. اگر واقعا از مردم دیدن که مردم دین را ضایع کردن، عمل به دین نکردن، پروای دین نکردن، در این صورت باک ندارد گفتن این سخن که مردم هلاک شدن. اما از روی تعریف خودش، از روی کبر و غرورش بگوید،
به خاطر تحقیر کردن مردم این سخن را بگوید که یعنی مردم هلاک شدند و من بالا از دیگرها هستم، به این نیت اگر این سخن را بگوید، در این صورت میگوید حرام است، جایز نیست. هکذا فسره العلماء و فصلوه، و همین چنین توضیح دادگی هستند عالم ها این حدیث را، و فصلوه و با تفصیل، یعنی که جدا کردن به دو قسم و تفصیلش کردن، یعنی جدا کردن این سخن را به دو قسم وابسته به نیتی گویندهش. و ممن قاله من الائمه الاعلام، و از جمله کسانی که همین تقسیماتی که حالا بیان کردیم همین را از امام های بزرگوار گفتگی هستند، مالک ابن انس. مالک ابن انس است. مالک ابن انس همین طور تقسیم بندی کرده این حدیث را وابسته به نیت گوینده بیان کردگی هست. و الخطابی، همچنین خطابی هم همین طور بیان کردگی است. و الحمیدی، و حمیدی هم همچنین همین طور این حدیث را بیان کردگی است. و آخرون، و همچنین دیگرها هم، عالمان دیگر هم، یعنی فقط حالا 3 کس را ذکر کردیم، فکر نکنید که این 3 کس است و بس، نه، عالم‌های دیگر هم همچنین این حدیث را همین طور تفسیر و بیان و توضیح دادند و همین طور تقسیم کردند وابسته به نیتی گویندهش. و قد اوضحته فی کتاب الاذکار. امام نووی رحمه الله میگوید پس واقعا میگم من بسیار وضاحت و با روشنی خوب بیان کرده که هستم این قولها را و این سخنها را در کتاب اذکارم. امام نووی رحمه الله یک کتاب دیگری دارد با نام الاذکار، کتاب الاذکار، بسیار کتاب مفید و بسیار کتاب فایده بخش برای جامعه و برای هر یک شخصیت مسلمان هست. میگه در اون کتابم این قول را خوب با توضیح بیان کردگی هستم. خب با همین این باب هم به آخر رسید. باب من بودن خودستایشی و من بودن سرکشی و طغیان و بر حق دیگران تجاوز کردن. این باب با همین به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب تحریم الحجران بین المسلمین فوق 3 ایام، یعنی باب در مسئله حرام بودن ترک کردن سخن و قهر کردن مسلمان ها بین یکدیگر زیاده از 3 روز، زیاده از 3 روز قهر کردن حرام می باشد، الا لبدعت، مگر با سبب دیدن بدعت از بدعتکار فی المهجوری، در مقابل کسی که با اون قهری کردگی هستی. پس در اون اگر بدعتی باشد، به خاطر بدعتش اگر به سبب بدعت اون را ترک کردگی باشی، زیاده از 3 روزم باشد، باکی ندارد. او تظاهر بفسق او نحوی ذالک، یا آشکار کردن فسق اون انسان، یعنی اون انسان فسقش آشکار شدگی است، به خاطر فسق و فجورش، به خاطر سرکشی و معصیتش یک انسان را ترک کردی زیاده از 3 شبانه روز، در این صورت هم باکی ندارد. او نحو ذالک، یا امثال این، و مانند این یگان علت شرعی قطعی، یک انسان را همراهش گپ نزدی، اون انسان را ترک کردی، با اون انسان سخن نکردی، با علت شرعی باشد، با امثال آن چیزی که حالا بیان کردیم، در این صورت زیاده از 3 روز قهر کردنم و گپ نزدنم جایز و درست می باشد. پس این باب نو هست و این باب را انشاءالله درس آینده با تفصیل خواهیم گرفت و میبینیم که امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما چه حدیث ها و چه آیت های را درباره این مسئله برامون تقدیم میکند. درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه من. با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.